ساعت هنوز 7 صبح نشده. خیابونا آروم آروم بیدار میشن، اما برای او روز خیلی زودتر آغاز شده. پسرک 10 سال بیشتر نداره. دسته کوچیکش از سرمای زیاد سرخ شده، اما هنوز بسته یه دستمال کاغذی رو محکم بغل گرفته. هر موتری که پشت چراغ سرخ ایستموشه با امید چند قدم به سمت موتر میدوه. شاید این بار کسی دستمالی بخره. شاید امشب نان بیشتری به خانه بده. وقتی هم سن و سالهاش با بکسای مکتب از کنارش میذارن، فقط چند ثانیه نگاهشو میکنه، بعد دوباره به طرف موتر برمیگردد. انگار یاد گرفته آرزوهاشو زیاد طولانی نگاه نکنه. برای خیلی‌ها این فقط یه چهارراه شلوغه، اما برای اون همین چند متر سرک تمام دنیاشه. کودکیش میان دود موترها، صدای بوق‌ها و نگاه‌های بی‌تفاوت مردم گم شده. شاید امشب فقط با چند صدف‌وانی به خانه برگرده، شاید هم دست خالی. اما فردا باز هم قبل از طلوع آفتاب همینجا خواهد ایستاد، چون بعضی کودکان در افغانستان قبل از اینکه نوشتن رو یاد بگیرن، یاد میگیرن کار کنن.